سلام، به فصل دوم نگاشت خوش اومدید. جایی که ما از آینده جنگ صحبت میکنیم. جنگی که هنوز به پایان نرسیده و در وضعیت آتش بس قرار داره. من امین بهجتی ام، دانشجوی دکترای مهندسی کامپیوتر شریف و توی این قسمت سراغ کسی رفتیم که نگاهش به جغرافیای جدیدیه به اسم فضا. میریم به سمت فضا، میرسیم به مرزهایی که به شدت نامحدودن. گفتگو رو با داستان ایشون و صنعت فضایی شروع کردیم. یه آرزوه. ببینید همیشه صنعت فضایی یک صنعت جذابیه که خیلی از کشورها و افراد که آرزوهای بزرگ دارن به این سمت میرن. ازشون پرسیدیم که چرا پروژه ها انقدر بلند پروازانه است. بلند پروازی نداشته باشی به جایی نمیرسی و صنعت فضایی این حالت رو داره. بالاخره صنعت فضایی ما لاکچری هست یا نه؟ بدیهیه که باید روش کار بکنیم. یعنی اگه ما تو فضایی کار نکنیم عملاً مدیریت منابعمون میخواد به چه روشی انجام بشه؟ با روش چند ده سال پیش انجام بشه. حکمرانی ارتباطات رو کلاً از دست بدیم. بعدش راجع به جنگ صحبت کردیم و اینکه دشمن تو مراکز فضایی ما چی میدید که بهشون حمله کرد. حوزه اقتداریه. این آینده ما رو نگاه میکنه. خب یه بازیگر جدید داره تو عرصه فضایی وارد میشه. آیا فناوری میتونه نقش مهمتری از تنگه هرمز برای ایران ایفا بکنه؟ خیلی از مزایای ژئوپلیتیکی که ما داریم در حوزه انرژی در منطقه جایگزین میشه و کمرنگ میشه. یکی از موضوعاتی که ما باید به جد روش سرمایه‌گذاری کار بکنیم استفاده از منابع انرژی فضای ماوراءالجبهه. برگ برنده ما تو این جنگ نابرابر چیه؟ این چیزی که ایران رو قوی کرد انرژیش نیست و تنگ هرمزش هم نیست، حتی منابع معدنیش هم نیست، ظرفیت نیروی انسانیمون، ظرفیت فکریمون. آخر گفتگو هم راجع به خودمون و دانشجوها و دانشگاه صحبت کردیم. میاد توی دانشگاه دنبال گم شدهش این باشه که من چه کار میتونم برای این کشور بکنم. گم شدهش این باشه. این خیلی فرق میکنه. این شما و این گفتگوی ما با دکتر حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران. فضا از همان سرآغازها زندگی انسان را شکل داده است. قلمروهای آسمانی داستانهای اولیه خلقت را توضیح می‌دادند. بر فرهنگ‌های ما تأثیر گذاشتند و الهام بخش پیشرفت‌های علمی شدند. اما نگاه ما به فضا در حال تغییر است. فضا اکنون بیش از هر زمان دیگری به معنای گسترش جغرافیای زمین است. انسان‌ها در حال بردن دولت‌های ملی، شرکت‌های ما، تاریخ، سیاست و درگیری‌های ما به فراتر از آسمان بالای سرمان هستند و این می‌تواند حیات روی زمین را متحول کند. این بخشی از ابتدای کتاب آینده جغرافیا نوشته آقای تیم مارشال هست که سال 2023 منتشر شده. این کتاب آقای دکتر سالاریه به ما پیشنهاد دادن که در راستای تقدیر از کتابخونه مرکزی که میزبان ما شدن برای ضبط این فصل از برنامه‌مون به کتابخونه اهدا بشه. من همینجا سلام عرض میکنم خدمت آقای دکتر سالاریه. خیلی خوشبختم که تشریف آوردید. آقای دکتر سالاریه استاد تمام دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه و الان هم رئیس سازمان فضایی کشور هستن. خیلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. خیلی ممنون تشریف آوردید. منم عرض سلام دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم در خدمت شما هستم. این کتابم واقعا کتاب جذاب و خوبیه. یعنی من حقیقتش تو صنعت فضایی اگه کسی آشنا نباشه با صنعت فضایی و بخواد بدونه که تو دنیا نسبت به صنعت فضایی چجوری نگاه میکنن و چجوری فکر میکنن، معمولا این کتاب رو پیشنهاد میدم. من به خیلی از دولت مردان هم این کتاب رو پیشنهاد دادم. یعنی در نشست‌ها و جلسات مختلف که میشینیم خدمت بزرگان و به هر حال افرادی که تصمیم گیر هستن و سیاست‌های کشور رو پناه میذارن یا اجرا میکنن، معمولا توصیه میکنم که مقدار دیدشون رو نسبت به حوزه فضایی اصلاح بکنن و تغییر بدن و این کتاب از اون کتاب هاست که به شدت میتونه این دید رو اصلاح بکنه. گرچه نویسنده خب به هر حال گرایش داره به سمت غرب و به نوعی تبلیغات صنعت فضایی در غرب و برنامه‌های امریکاست به صورت خاص، اما یه دنیا رو کلا مرور کرده و
خیلی هم خوب. آقای خیلی دکتر، این مهمه. آینده جغرافیا که ایشون مطرح میکنه به عنوان جغرافیای جدید به چه معنی هست؟ یعنی فضا به معنی جغرافیای جدید یعنی چی؟ بله. بدید جغرافیا، خب اولین چیزی که به ذهن عموم میرسه کشورها هست و مرزهای جغرافیایی و منابعی که هر کشوری برای خودش داره، حالا منابع آبی، منابع مردم، اجتماع، در حال فرهنگ هایی که دارند و توانمندی هایی که دارن به لحاظ انرژی، به لحاظ زمین، خاک، آب، که اینا همه مؤلفه های قدرت هستند در بحث جغرافیا و حتی موقعیت جغرافیایی یک کشور که به لحاظ محل قرارگیری کشور کجاست، با کیا همسایه است، به کجاها دسترسی داره. این در واقع کسی که داره جغرافیا کار میکنه رو اینها داره مطالعه میکنه و اثر اینها رو در زندگی افراد و انسان ها میذاره. ولی وقتی که میایم یه مقدار نگاهمون رو وسیع تر میکنیم و فضای بالای سر کشور خودمون رو نگاه میکنیم، میرسیم به در واقع مرزهایی که به شدت نامحدودن. ما به هر حال در هر کشوری با توجه به محدودیت‌های در واقع موقعیتی که رو کره زمین داره، محدودیت‌های زیادی بهش دیکته میشه. هر کشوری همه جور منابع انرژی نداره، هر کشوری همه جور منابع آبی و خاکی نداره، اما به محض اینکه میریم به سمت فضا، این مرزها دیگه از بین میره و مفهوم آینده جغرافیا که این کتاب نویسنده این کتاب داره روش تاکید میکنه، حالا یه توضیحی هم داره که چگونه قدرت و سیاست با اضافه شدن مفهوم فضا و قدرت فضایی و قابلیت استفاده از فضا تغییر میکنه. این مرزها جابجا میشه دیگه، شما محدودیت هایی که در بحث انرژی داری از بین میره، محدودیت هایی که در بحث برقراری ارتباطات داری از بین میره و میتونی حتی نگاه در واقع سیاسی و اجتماعی خودت رو به نوعی در دنیا حاکم بکنی، دیکته کنی. به هر حال مرزها و محدودیت‌ها دیگه در فضا وجود نداره و اینجا در واقع موقعیتی رو برای کشورهایی که دارن در صنعت فضایی کار میکنن ایجاد میکنه که بتونن خیلی رشد بکنن و بدون وجود محدودیت‌هایی که وجود داره و قطعاً در آینده بسیار بسیار نزدیک، حالا شاید تو این صحبت‌هایی که امروز با هم داریم بعضیاشو بتونیم راجبش صحبت بکنیم، در واقع قابلیت کشورها و مؤلفه‌های قدرت در کشورها با فضا تغییر پیدا میکنه و این یک نگاه کاملا کلان و آینده محور هستش. پس یعنی انگار یک نگاهی وجود داره که اگر زمانی مثلا قدرت مثلا در فضای حمل و نقل مثلا با اسب و شتر بود، با ماشین تغییر کرد، با هواپیما تغییر کرد، مفهوم قدرت داره تغییر میکنه و به یک معنا ما یک جغرافیای جدیدی داریم که شکل ارتباطات ما رو، شکل انرژی ما رو و شکل حتی مسائل امنیتی ما رو ممکنه تغییر بده به طور حتم. بله. خب آقای دکتر، شما همین نگاهو داشتید که پذیرفتید مسئولیت سازمان فضایی کشور رو، یا با چه نگاهی بود که شما این مسئولیت رو شروع کردید؟ بله. خب حوزه فضایی از حوزه‌های مورد علاقه خیلی از مهندسین هستش که در حالا فارغ التحصیل میشن از دانشگاهی خوب. حالا من به شما بگم حوزه فضایی که مطالعه رو انجام می‌شده توی کشور انگلستان که حالا الان مرجعش اینا حضور ذهن ندارم، ولی خاطرم بیاد حتما بهتون مرجع رو میدم. یک کار خیلی مطالعاتی کرده بود که آقا مثلا در فارغ التحصیل‌های دانشگاه‌های خوب و اینا کجاها بیشتر جذب میشن. یکی از موضوعاتی که قابلیت جذب خیلی فارغ التحصیل‌های خوب رو داره حوزه فضاییه. حوزه فضایی و مجموعه ابواب جمعیش دیگه، یعنی خدمات مبتنی بر داده، تصویر و همچنین ساخت خود ماهواره بر بالا دست صنعت فضا، میان دست صنعت فضا، پایین دست صنعت فضا، بخش‌های مختلف. خب به هر حال فارغ التحصیل دانشگاه معمولا خود به خود به این حوزه فضایی گرایش پیدا می‌کنن. ما هم از همون دست بودیم، یعنی علاقه‌مند بودیم، خیلی از بچه‌ها به همین صورت. ولی خب ابتداً فعالیتمون رو تو حوزه هوافضا، حالا به نوعی از همون دهه 80 اوایل دهه 80 که دیگه ما وارد بازار کار و فعالیت شدیم، به صورت در واقع هم علاقه شخصی و هم به صورت پروژه‌ای که درش درگیر بودیم رفتیم به سمت هوافضا. ولی در
نیمه دهه 80 خب یعنی شما هم حین تحصیلتون مثلا توی تحصیلات تکمیلی هم دیگه در بله دوره استادی درگیری داشتید با پروژه های ارتباط پروژه با صنعت. هوافضایی، بله پروژه هوافضایی به صورت خاص، خب پروژه مختلفی، ولی خب تو این حوزه ما علاقه‌مند بودیم. اون هم تازه داشته صنعت فضایی در کشور از شکل بله گرفته. اولین قراردادهایی که توی صنعت فضایی با دانشگاه منعقد شد نیمه دهه 80 بود دیگه، سال 85 86 که و 87 که حالا با دانشگاه‌های شریف و امیرکبیر و دانشگاه علم و صنعت سازمان فضایی اون ایام قرارداد 3 تا ماهواره رو منعقد میکنه. ما دیگه رفتیم تو تیم اون پروژه. دانشگاه شریف هم مدیر پروژه آقای دکتر رشیدیان بود. حالا و خب یه تیم خیلی خوبی تشکیل شد تو حوزه‌های مختلف، بخش‌های مختلف، هم اساتید هم دانشجوها هم فارغ التحصیلا کار میکردن و بعد از اون دیگه ما با پروژه های فضایی درگیر شدیم، هم با گروه فضایی سایران پروژه‌ای رو من داشتم با جاهای مختلف. حالا دیگه قصهش مفصله. تا فراز نشیب هم داشت، یعنی یه جایی پررنگ‌تر یه دوره کم رنگ‌تر. ولی همون دوره که ما دانش آموز بودیم انقدر بحث فضایی مهم بود که تو آزمون سمپاد هم سوال اومده بود از ماهواره و پرتاب جالب. ماهواره و انگار یکی از مؤلفه‌های مهم پیشرفت کشور محسوب میشد توی اون دوره. بله اصلا کلا تو دنیا هر کشوری اگه ببینید تاریخ صنعت فضایی رو هم نگاه بکنیم، محصول دهه 50 و 60 میلادی دیگه، یعنی اولی بر دوره جنگ سرد. اصلا بلوک شرق و بلوک غرب یا امریکا و شوروی به صورت خاص، حالا بلوک شرق شوروی، امریکا بلوک غرب، اینا خب افتادن تو رقابت با همدیگه تو همه زمینه‌های اقتدار آفرین که مؤلفه‌های قدرت و به نوعی نظامی، به نوعی خب به هر حال قرار گرفتن یک جسمی در فضا در یه مدار خاص که بتونه یه کار خاصی رو انجام بده، مثلا سیگنالی رو بگیره و پخش بکنه و توزیع بکنه یا تصویر بگیره و امثالهم، خب مؤلفه قدرت محسوب میشد و پولای هنگفتی را هم هزینه کردن، هم شوروی‌ها هم امریکایی‌ها. من همیشه به هم دانشجوهای خودم هم کلا میگم، به دوستان میگم تو هر زمینه خواستید کار بکنید حواشیش هم برید مطالعه کنید. مثلا تاریخ صنعت فضایی در دنیا خودش خواندنی و جذابه و خیلی هم توصیه میکنم. حالا این کتاب آینده جغرافیا خب خیلی کتاب قشنگیه و جدیدم هست، ولی حتما کتاب‌هایی که در زمینه تاریخ صنعت فضایی است باز من توصیه میکنم و دانشجو حتما برن بخونن، ببینن چه اتفاقاتی افتاده، چجوری شده که مثلا حتی تو همین کتاب یکی از مزایای این کتاب آینده جغرافیا اینه که اینا هم یه ذره روش اشاره میکنه، یعنی این حواشی و تاریخ و رقابت‌های امریکا و شوروی رو یه ذره روش باز میکنه، بحث میکنه و اینکه ابتداً یه نگاه اقتداری بوده، نگاه نظامی بوده که من بتونم مثلا یه بالستیک میسایل مثلا توسعه بدم، برسونم یه جسمی به فضا، قاره پیما. اینا خب خیلی به صورت جدی توی حوزه صنعت فضایی تو دنیا مطرح بوده، ولی یواش یواش این نگاه کاملا اقتداری و نشون دهنده قدرت نظامی به فاصله میگیره، نگاه اقتصادی حاکم میشه و الان در دنیا نگاه اقتصادی هم شاید کم از نگاه اقتداری و نظامی نداره در صنعت فضایی، چه بسا شاید بیشتر. ببینید وقتی ما آینده رو نگاه میکنیم، خب این ضرورت استفاده از صنعت فضایی برای کشورها واجبتر و مهمتر جلوه میکنه. خب حالا برگردیم، داشتید میگفتید که عرض میکردم دقیقاً اوایل دهه 80 خب مصادف شد با فارغ التحصیلی ما تو مقطع لیسانس، دیگه درگیر کار شدیم و صنعت هوافضا و نیمه دهه 80 پروژه های سازمان فضایی با دانشگاه ها و حضور ما و خب از اون بعد دیگه من کنار پروژه ها و کارهایی که داشتیم، صنعت فضایی هم به عنوان یه شاخه‌ای بود که تو کارا باشه. البته اون فراز نشیب داشت، یه موقعی پررنگ‌تر بود، یه موقعی کم رنگ‌تر بود، توی زمانهای کم شد، توی زمانهای بیشتر بود، تا رسیدیم به سال 400 که در واقع حالا پیشنهاد سازمان فضایی مطرح شد. خب منم همیشه تو ذهنم این دغدغه بود توی صنعت فضایی و خیلی هم روی این قضیه فکر نکردم که حالا قبول بکنم یا قبول نکنم. تقریبا خیلی سریع قبول کردم و برام جالب بود که حالا از دید حالا یه نفری که یه مدتی خب تو صنعت بوده، پروژه‌های مختلفی انجام داده، مشکلاتی رو دیدیم،
حالا با این نگاه چطوری میتونیم کمک بکنیم که این صنعت رشد بکنه. نگرانی و نداشتید آقای دکتر؟ چرا؟ خب نگرانی چون همیشه وجود داره که مثلا حالا خیلی موفق بشیم نشیم، وضعیت بودجه به چه صورتی میشه، ولی بالاخره حوزه فضایی، حالا خیلی صادقانه بخوام صحبت بکنیم، همیشه من اصطلاح جاه طلبی رو شاید بخوایم استفاده بکنیم، حالا خیلی آدم جاه طلبی هم نیستیم ما، باید میگیم بلند پرواز مثلا، یه آرزوه. ببینید همیشه صنعت فضایی یک صنعت در واقع جذابیه که خیلی از کشورها و افراد که آرزوهای بزرگ دارن به این سمت میرن. خیلی وقتا به خود منم انتقاد میکنن و که میگن اصلا این پروژه‌ای که تعریف کردی خیلی پروژه بزرگیه. ما خیلی پروژه‌های مختلفی رو ما تعریف کردیم تو این چند ساله و خیلی ها مثلا میگن این پروژه پردردسریه، برای چی تعریف کردی؟ من میگم اگر بزرگ پروازی، بلند پروازی نداشته باشی به جایی نمیرسی و صنعت فضایی این حالت رو داره. رو تک تک تاریخ صنعت فضایی رو مطالعه بکنی، حالا مثلا پروژه آپولو جای مطالعه داره. همیشه انگار گره خورده با رویاهای بزرگ انسان‌ها. من همیشه بچه‌ها میگم آقا برید اسناد مدارک آپولو الان هست، خیلی منتشر شده. پروژه آپولو چه گذشت؟ در پروژه آپولو چه گذشت؟ ببین من الان نمیخوام نه امریکایی‌ها نه شوروی‌ها، امریکایی‌ها تو مستندسازی قوی‌ترن، باید بپذیریم. غربی‌ها تو مستندسازی صاحب سبکن، انصافاً صاحب سبکن و ما هم باید یاد بگیریم یه چیز درست رو بعد از هر کسی در شده یاد بگیریم. انیمیشن ها، فیلم ها اومده که ما از بچگی. صنعت فضایی دردسر داره. آدمای که میرفتن تو این داستانا باید حتما یه ذره این سماجت، یه بلند پروازی یا اون جاه طلبی یا اون آرزوهای بزرگ رو داشته باشن. سال 400 که این پیشنهاد شد، من یه بارکه اصلا رفتم تو این، حالا شاید بگیم رؤیا یا تصور، این که خب باید روی این حوزه کار کرد دیگه. خیلی هم کار کردن قبل از من، حقیقتا خیلی ها کار کردن، همشون هم گرم و واقعا زحمت‌های زیادی کشیده شده تو صنعت فضایی. منتها دیگه با همین در واقع امیدها، با همین نگاه گفتیم حالا بیام، اشکال نداره بیام حالا در جایی قرار بگیریم که حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان کشور رو یا حتی رگولاتوری در صنعت فضایی تو کشور رو بخواد اجرا بکنه، بازیگران مختلف صنعت فضایی رو بشناسیم، اینا رو به حرکت بندازیم، پروژه‌های بزرگ تعریف بکنیم و جایگاه صنعت فضایی رو تو کشورمون ان شاءالله بتونیم ارتقا بدیم. حالا رویای شما چی بود هنگامی که پذیرفتید این مسئولیت رو؟ یعنی چه چشم‌اندازی رو متصور بودید برای کشور توی صنعت فضایی؟ خیلی نامحدود. من خیلی چیزا رو هم جرئت نمی‌کنم بگم. یعنی خیلی وقتا احتیاط میکنم. من بعضی چیزا رو، چون بعضن به من انتقادم میکنن و خیلی مثلا میگن تو فلان چی من گفتم فلان پروژه برای چی تعریف کردی؟ برای چی میخوای تعریف بکنی؟ من میگم اگر آرزو بلند نداشته باشی، رویای بزرگ، مستحفظی خیلی بعد جامون بالاتر باشه. مثالم میزنید از این پروژه های بزرگ؟ حالا اونایش که تعریف الان شده خیلیاش مثلا خیلی حرفه، حالا بگیم ممکنه 1000 جور برداشت بشه. ممکنه 1000 جور برداشت بشه. من بگم چون اینا اتفاقا به نظرم گفتنش بد نیست. ما وقتی پایگاه چابهار رو تعریف کردیم، پایگاه چابهار پایگاه مهمیه، مرکز مهمیه. حالا اینا رو میگیم، باز خیلی اینا رو باید احتیاط کرد توی بیان این موضوعات. توضیح میدید که ایده چی بوده برای پایگاه چابهار؟ ما توی پایگاه فضایی که اختصاصی صنعت فضایی باشه تو کشور نداشتیم و این باید ایجاد میشد. اگر میخوایم برسیم به فضا، باید بتونیم پرتاب‌هایی در مدارها با شیب‌های مداری مختلف انجام بدیم. اگر می‌خوایم محل داشته باشیم، یعنی جایگاه تعریف شده در صنعت فضایی دنیا داشته باشیم، نیاز داریم که بتونیم پرتاب‌های خوبی داشته باشیم و خب قبل از هر چیزی باید بتونیم یه پایگاه خوبی داشته باشیم در یک نقطه مناسب. این پروژه در اون راستا تعریف شد. یا منظومه شهید سلیمانی. خیلی‌ها میگن خیلی پروژه بلند پروازا نبوده وقتی تعریف شده. اینم توضیح اگه میشه بدید، چون ما می‌بینیم ماهواره با تک ماهواره خیلی از کارا رو خیلی خوب نمیشه انجام داد. الان تو دنیا بحث استفاده از منظومه‌های ماهواره خیلی جدیه و شنیدید دیگه خیلی از منظومه‌ها مثل استارلینک خب یه منظومه بزرگ چند هزار تاییه و چینی‌ها تعریف کردن، روس‌ها تعریف کردن، دارن پروژه تعریف میکنن.
ما هم باید در واقع در پروژه های منظومه‌ای ورود بکنیم. پروژه منظومه شهید سلیمانی به بزرگی خیلی از پروژه های فضایی در دنیا نیست، یعنی اشتباه نباید بشه. خیلی وقتا رسانه از ما میپرسن که این همون پروژه استارلینک، که نه، اصلا غیر قابل قیاس از این هست. اما برای صنعت فضایی ما نسبتاً یک جهش بزرگه، چون به هر حال یه گام به سمت حرکت از تکسازی به منظومه سازی. تکسازی در صنعت فضایی یه ادبیاته، منظومه سازی که مبتنی بر تولید هست، مبتنی بر تولید با تعداد بالا هست، یه ادبیات و جایگاه دیگه ای داره و ما رو از نگاه تحقیق و توسعه میبره به سمت نگاه صنعتی شدن در صنعت فضایی. نگاه تحقیق توسعه‌ای و تکسازی، نمونه سازی با نگاه تحقیق و توسعه‌ای با نگاه صنعتی متفاوته، مثلا دو تا ادبیات متفاوت. خیلی پروژه هایی، تازه من خیلی از این پروژه هایی که الان تعریف کردیم باز اون جایگاه واقعی که باید داشته باشیم نداره ها. یعنی میگم من خیلی وقتا احتیاط هم میکنم، یعنی میگم خیلی از آرزوها رو نباید مطرح کرد، چون بگی ممکنه طرف بیاد بگه من که باورم نمیشه و بعد میایم پایین. ما مثلا تو حوزه ماه خب موضوع جدیه، باید خیلی جدی‌تر روش کار بکنیم. تو دنیا هم دارن کار میکنن روش. باز بر اساس ظرفیتی که تو کشور وجود داره داریم پروژه تعریف میکنیم، وگرنه باور قلبی شخصی من خیلی خیلی بالاتر از این حرف هست. ما اون چیزی که من اصلا کلا اینجوری بگم، ما اون چیزی که در صنعت فضایی الان داریم کار میکنیم 10% ظرفیت واقعی مونه، حتی شاید کمتر. یعنی واقعا اگر ظرفیت دانشیمون، ظرفیت دانشی، حتی تکنولوژیکمون منتهی کلام این باور خیلی مهمه دیگه. یعنی شما باید به این باور برسی که این پتانسیل و ظرفیت و قابلیت وجود داره و خیلی مؤلفه‌های دیگه هم باید کنار هم قرار بگیرن. مثلا کار تیمی منسجم با دیسیپلین یکی از موضوعات مهمیه که ما تو صنعت فضایی الان ازش نسبت به این پروژه صنعت فضایی پروژه پیچیده‌ایه و بین رشته‌ای عمدتاً. آره، ابهام توش خیلی زیاده، ابهام تو خیلی از جاها زیاده. خیلی جاها باید در واقع شما بری کار انجام بدی تا به در واقع هدف برسی و بارها و بارها شاید مجبور شی یه کاری رو تکرار بکنی. البته باز حرف روی این قضیه زیاده. ما تو صنعت فضایی خب باید نگاه‌های اقتصادی رو هم یواش یواش غالب کنیم، درآمدزایی رو باید در صنعت فضایی بتونیم ایجاد بکنیم که اینا حرف زیاده باز بکنیم، چون ذهنیت غالب حالا توی فضای عمومی و حتی فضای دانشجویی ما تا حدی یه نگاه نسبتاً لاکچریه به صنعت فضایی که حالا نهایتاً یه ویترین خوبی انگار میخواد برای کشور درست بکنه. اگه بشه ابعاد مختلف این اهمیت رو، ابعاد مختلف این صنعت رو توضیح بدید، حالا هم بود اقتصادیش، هم بودهایی که به قدرت ملی ما، به امنیت ملی ما گره میخوره و ابعاد دیگری که تو زندگی شهروندی ممکنه به کار بیاد. این خیلی میتونه ذهنیت بده که چرا ما باید جدی‌تر سرمایه گذاری بکنیم، چون یه احساسی هم هستش که انگار شاید همه جامعه ما اون باور رو ندارن که اینو ما باید جدی بگیریم بریم سمتش. بله. خب این الان خودش 1 ساعت حرفه، ولی من سعی میکنم به صورت مختصر تیکه تیکه و بخش بخش راجع بهش صحبت بکنیم. ببین، اولی موضوع اینه که خب یه سوال، صنعت فضایی به کجای ما، به چه کار ما میاد؟ اینو من توضیح بدم. ما کلا اگر فقط فضایی رو ماهواره بدونیم، چیزای دیگه‌اش رو نریم، سایر کرات و در واقع منابع ارزشمندی که در فضای ماورا وجود داره به لحاظ انرژی و منابع معدنی و غیره اصلا مطرحش نکنیم، بریم فقط سر کاربرد ماهواره ها. ما 3 تا کلاس ماهواره خیلی داره استفاده میشه در دنیا. ماهواره‌های سنجشی یا تصویربرداری که از سطح زمین تصویر میگیرن و کاربردهای اینا چی میشه؟ هر جا بخوایم یک مدیریت خوب روی منابع زمینی داشته باشیم و دقیق داشته باشیم، نیاز به داده تصویری داریم از سطح زمین. شما میخوایم مدیریت منابع آبی بکنی بدون تصویر سخته، اصلا شدنی نیست. شما که بدونید چقدر برف ذخیره شده در کوه، چه میزان آب پشت سد داری. میدونید که حوزه ما در خیلی از جاهای کشور حوزه آبریزیم، خودمون منبع آب، منبع در واقع
منشأ آب نیستیم. منشأ آب کجاست؟ کوههای خارج از کشور ایران و ذخیره انباشته برف در اون کوهها، اینکه آیا بالا دست ما سدی زدن یا خیر، و مطالبه گری برای بحث آب تصاویر ماهواره‌ای به کارمون میاد. یعنی خیلی از بحث‌های اقلیمی همه به به فضای فضا و مربوط مستقیم میشه. تصاویر ماهواره‌ای. موضوع مدیریت کشاورزی، من اینا رو فقط خیلی تونتون مثال میزنم که ازش رد بشیم، نمونه بگم دیگه. کشاورزی، در کشاورزی مدرن جدید شما باز داشتن تصویر خیلی تعیین کننده است. هم تو بحث شناسایی آفات که حال محصول خوبه یا بده، خشکی و تری زمین به چه صورته، آیا نیاز هست به آبرسانی الان یا خیر یا بارندگی کفایت میکنه، موضوع مهمیه دیگه. میزان برآورد برای برداشت محصول چه میزانه، قبل از اینکه محصولی بخواد برداشت بشه تصویر ماهواره‌ای با آنالیز و تصاویر با کارهایی که رو AI هوش مصنوعی هم میکنن مشخص میشه که چه میزان ما گندم خواهیم داشت مثلا در 1 ماه آینده، 2 ماه آینده، که برنامه‌ریزی بکنیم برای واردات یا صادرات. این خب موضوع بسیار مهمه و خیلی جلوی مدیریت ارز و بازار و اینا رو خیلی برای اینا کمک میکنه و جلوی خروج ارز رو میتونه بگیره، همه محصولات. بریم سراغ موضوع مدیریت شهری، ساخت و ساز. آخه شما نقشه یک از مهمترین ابزار دیگه، یعنی بدون نقشه هیچ شهرسازی درست حسابی نمیتونه انجام بشه و نقشه هم با تصویره. حالا شما با پهپاد و با هواپیما و اینا خب به صورت سنتی از قدیم تصویربرداری میشد، یا رو سطح زمین با استفاده از دوربین و ابزارهای سطح زمین، ولی اون کجا تا فضایی کجا؟ یه قیاس سریع بکنیم. شما با یه ماهواره که تو مدار 500 کیلومتری زمین قرار میگیره با سرعت هول و هوش 7 تا 8 کیلومتر بر ثانیه میتونه پیمایش بکنه، تصویربرداری بکنه. کدوم هواپیما کدوم پهپادی میتونه با این در واقع تصویربرداری بکنه؟ و روز به روز هم داره ماهواره‌ها کیفیتشون بهتر میشه. این میشه مدیریت فقط شهری و ساخت و ساز و غیره و ذالک. بریم سراغ هواشناسی. بدون ماهواره‌هایی که اصلا هواشناسی ما بی‌معناست، و ماهواره تصویربرداری. بریم سراغ شناسایی منابع معدنی. شناسایی منابع معدنی به کمک تصاویر ماهواره‌ای، مدیریتش، برداشتش، میزان برداشت محصول، میزان برداشت از اون معدن خاص و امثالهم. حالا شناسایی کانون ریزگرد و نمیدونم گرد و غبار و غیره، و تا بریم سراغ شناسایی انواع اقسام آبجکتایی که رو سطح زمین هست به کمک تصاویر ماهواره‌ای که میشه کاربری‌های غیر سیویل، یعنی میره تو حوزه دفاعی و این موضوعات که اونجا رو اصلا برای خودش یک دنیا کاره. یعنی شما اطلاعات دیگه اونجا مهمترین ابزار دیگه. آرزم این میشه کلاس ماهواره‌های سنجشی تصویربرداری. و این توی این مورد آخر توی همین جنگ اخیرم مورد خیلی کلیدی بوده. قطعاً. البته کار ما نیست، کار همکاران خوبمون تو حوزه دفاعی کشوره، اما به هر حال فناوری فضایی هستش. آرزم به خدمت شما. بریم سراغ ارتباطات دیگه. بدون ماهواره رادیو تلویزیونی که دیگه ارتباطات در همه مناطق در همه زمانها عملاً معنی نداره. شما بخوای پخش داشته باشی، بعد ماهواره رادیو تلویزیونی داشته باشی که بتونی منطقه رو به طور کامل تحت پوشش قرار بدی. ارتباطات ابزار قدرته. حالا این میتونه از جنس مثلا برودکست باشه، ماهواره رادیو تلویزیونی و امثالهم، یا میتونه نه ارتباطاتی که روی گوشی‌های موبایل باشه. الان پروژه‌های منظومه‌ای در قالب چند هزار ماهواره و چند ده هزار ماهواره در دنیا داره ران میشه و این پروژه‌ها قطعاً ارتباطات رو در دنیا متحول میکنه. موضوع دایرکت تو سل که الان دیگه در واقع به جد دارن روش کار میکنن، اصلا نگاه ما رو به حوزه ارتباطات عوض میکنه. اینو توضیح میدید؟ دایرکت تو سل بحث ارتباطات مستقیم گوشی موبایل با ماهواره ها دیگه، و شما از این کار میتونی یک شبکه بدون مرز داشته باشی برای برقراری ارتباطات، و این قطعاً هم در حوزه اقتصاد و تجارت الکترونیک اثر گذاره و هم در زمینه برقراری ارتباطات بین مردم و مفهوم ما رو حتی از مرزها و حکمرانی ممکنه به تغییر بده. به طور کامل. و حوزه فضایی از این حیث اون حوزه ماهواره‌های مخابراتی و ارتباطی برای خودشون یک موضوع مهم حاکمیتی و به هر حال حکمرانی برای خودش محسوب میشه. حوزه بعدی ماهواره‌های ناوبری موقعیت‌یابی که این دیگه کمتر کسی روی گوشی موبایلش الان از ابزار ناوبری فضایی استفاده
نکنه، نیست که کسی استفاده نکنه، همه دارن استفاده میکنن و اینم باز هم در زندگی روزمره اثر گذاره، تو حمل و نقل عمومی، حمل و نقل هوایی، کشتی و حوزه فضایی دیگه حوزه‌ای که جزء لاینفک زندگی مردمه. با این نگاه شما پخش رادیو تلویزیونی و ارتباطات، حالا ممکنه تصاویر ماهواره‌ای یه مقدار کمتر مردم تو زندگیشون مستقیم استفاده بکنن، کشاورز استفاده میکنه، حوزه کسی که میخواد تو حوزه نقشه و اینا کار بکنه استفاده میکنه، اما حوزه ارتباطات مبتنی بر ماهواره و ناوبری و موقعیتیابی مبتنی بر ماهواره که دیگه تو زندگی آحاد، یعنی تک تک مردم، هم کسب و کارها دارن استفاده میکنن، هم تو خود دستگاه حاکمیتی دارن استفاده میکنن و هم خود مردم تک به تک دارن استفاده میکنن. و پس بنابراین اینکه آقا فضایی باید روش کار بکنیم یا نباید روش کار بکنیم، بدیهیه که باید روش کار بکنیم. یعنی اگه ما تو فضایی کار نکنیم، عملا مدیریت منابعمون میخواد به چه روشی انجام بشه؟ با روش چند ده سال پیش انجام بشه، خب بالاخره با روش‌های جدید. یا بحث ارتباطات، واقعا میخوایم دیگه حکمرانی ارتباطات رو کلا از دست بدیم اگه نخوایم رو صنعت فضایی کار بکنیم؟ اهمیت استقلال ما اینجا چیه؟ این یه موضوع بعدی میشه که حالا قبول داریم فضایی خیلی مهمه، همه دنیا دارن، ولی بذار 4 تا 5 تا کشور کار بکنن روش، بقیه کشورها هم استفاده بکنن دیگه. خب این منطقیه؟ استقلالمون از بین میره دیگه. نمیتونیم ببین این که اصلا این که ما بگیم آقا 4 5 تا کشور خیلی خوبن، دارن کار میکنن، دارن توسعه میدن، پس آینده جغرافیا چی میشه؟ مرزامون چی میشه؟ دیگه اگر نتونیم رو مردممون در واقع تأثیر بذاریم، اگر تو بحث ارتباطات ما خواهیم در واقع به صورت مستقل کارمون رو انجام بدیم، وابسته بخوایم باشیم، این خیلی برای کشور نقطه ضعف بزرگ محسوب میشه. به هر حال قبول دارم با یه نگاه صرف اقتصادی به قضیه نگاه بکنه، میگه من از تصاویر ماهواره میرم میخرم، یا مثلا ارتباطات ماهواره مخابراتیمو میذارم تو فضا، تو نقطه 36000 کیلومتری استفاده میکنم، برودکست از اون استفاده میکنم. اما این برای کشور با این ظرفیت، کشور ایران با این ظرفیت عظیم منابع انسانی، با این ظرفیت عظیم فکری، نقطه ضعف جدی محسوب میشه. استقلال کشورها تحت تأثیر قرار میگیره و خدشه‌دار میشه. و باید ما میشه بزنید مثلا اون تهدیدی که برای ما ممکنه پیش بیاره رو همین شما ارتباطات رو گوشی موبایل، شما فرض بکنید دیگه هیچ کنترلی نداشته باشی تو حوزه ارتباطات و به صورت کاملا بدون مرز بخواد استفاده بشه، دیگه خیلی واضح و روشنه که ما استقلالمون به طور کامل میتونه بره زیر سوال. و البته اینجا موضوع پیچیده‌ایه. ما تو این فناوری‌ها بله، خب تو بعضی فناوری‌ها بعضی کشورها جلوترن، ما نحوه استفادهمون باید چی باشه؟ من عرضم اینه اگر نحوه استفاده ما از فناوری صرفاً تبدیل بشیم به یه یوزر، استفاده کننده صرف، خیلی خطرش بالاست تا اینکه ما بتونیم بازیگری باشیم که نقش آفرینی بتونیم بکنیم. این خیلی نکته مهمیه، اینکه من بتونم ماهواره‌های سنجشی خودم هم بسازم، در مدار قرار بدم و ازش استفاده بکنم، در کنارش از ظرفیت ماهواره‌های سنجشی و تاثیربرداری دیگران هم استفاده بکنم. این برای من یک، حالا درسته من وابستگی دارم، اما استقلال منو زیر سوال نمیبره، چون من در صورت لزوم سویچ میکنم روی ماهواره هایی که فقط خودم دارم تصویر ازشون برمی‌دارم. به جای اینکه ما بلوک های مستقل ضعیف بشیم، به صورت مستقل تو همون ارتباطات و تعاملات بین المللی حاضر باشیم. میتونیم در کنسرسیوم های بین المللی حضور پیدا بکنیم، میتونیم همکاری بکنیم در حوزه فضایی و ممکنه در یک منظومه ماهواره‌ای ما یک تعدادی از چند هزار ماهواره، تعدادی ماهواره رو ما درش دخیل باشیم به لحاظ فنی، به لحاظ فناوری. اما این هم برای من یه استقلال نسبی ایجاد میکنه. می‌بینید، چون اینکه شما کاملا منفعل باشی یا اینکه شما یک بازیگر فعال باشی، حالا ممکنه صرف تا صد کارش خودت نتونی انجام بدی، اما به عنوان بازیگر فعال دارایی خودتو داری. این از یه دیدگاهه. یه دیدگاه دیگه هم بحث اینه، ببینید به هر حال وقتی شما استقلالت از دست بدی، بعداً هم نمیتونی دیگه خیلی تو حوزه صنعت فضایی کار بکنی. ببینید به هر حال وقتی که اگر قرار باشه که پرتاب رو فقط تعداد خاص کشور انجام بدن،
پرتاب‌های ماهواره‌ای رو، سازنده هم تعداد خاصی از کشور باشن. آیا دیگه بعد از یه مدتی امکان این وجود داره که یه بازیگر جدیدی حتی ورود بکنه و تو این عرصه بخواد عرضه اندام کنه؟ خب خیلی این خطر وجود داره که تو به لحاظ پرتاب ماهواره دیگه برای کشورهایی که میخوان تو این حوزه کار بکنن محدودیت ایجاد بکنن. فضا انقدر شلوغ باشه که بگن آقا دیگه شما وقتی داری پرتاب میکنی خطری محسوب میشی برای سایر کشورها. هر کی اول زنبیلو بذاره برنده است اینجا. این واقعا در دنیا این به این صورت هست. یعنی شما بالاخره یه وقتایی یه شعارهایی مطرح میشه، میگن آقا فضا میراث مشترک همه بشر هستش، همه حق استفاده مستقل از فضا رو دارن. این حرفا به هر حال حرفاییه که برای همراه کردن دنیا خوبه، اما ما میدونیم که اگر شما بازیگر فعالی در عرصه فضایی نباشی، در بجاش شما از منابعی که باید استفاده نمیتونی بکنی. پرتابت محدود میشه، نقاط مداری تو از دست میدی، سهم خودتو دیگه از فضا نداری. این خیلی موضوع مهمیه. و تو حوزه ناوبری هم به همین صورته. اینکه ما بیایم همکاری بکنیم، اینکه ما استفاده بکنیم صرف از منظومه‌های ناوبری، خب این بالاخره یه جایی هستش ما تکنولوژیمون عقب‌تره، باید این کارو بکنیم، بالاخره نیاز وجود داره. اما اینکه شما تا کی میخوای این شرایط رو داشته باشی؟ اگر خیلی هم دیگه وابستگی وجود داشته باشه، استقلالت میره زیر سوال. اون وقت شما باید هر آن نگران این باشی که چه موقع برای تو چه محدودیتی ایجاد بکنن و آیا واقعا میتونی آزادی عمل داشته باشی و فعالیت خودت رو آزادانه انجام بدی تو عرصه فضایی یا خیر. حالا ما از اون طرف شاهد بودیم که اتفاقا به مراکز فضایی ما توی جنگ اخیر حمله کردن و مصداق مهمش هم همین پژوهشگاه فضایی بود که نزدیک خود دانشگاه هم بود. نگاه شما چی بوده به این حمله و انگیزه‌ای که دشمن داشته؟ خودش کاملا گویاست. ببینید به هر حال حوزه فضایی ما که از حوزه فضایی دنیا، کشورهای صاحب این صنعت، اون چند تا کشور اول فاصله داره به صورت معنادار. اما این که میاد حمله میکنه به یه مرکز خاص تو که میگم حالا خیلی کار بزرگی داره انجام میشه در کشور، اما فاصله با اونور زیاده، این یعنی که حوزه فضایی برای اونورم مهمه و حوزه اقتداریه، حوزه‌ایه که برای ببین اون آینده ما رو نگاه میکنه، اون نگاه میکنه ما به استقلال برسیم. بله، اون نگاه میکنه که الان 4 تا 5 تا ماهواره تو مدار فعال دارن، 2 روز دیگه، 1 سال دیگه، 2 سال دیگه این 4 5 تا ماهواره میشه 20 تا ماهواره، 4 5 سال دیگه میشه 100 تا ماهواره. این میگه خب یه بازیگر جدید داره تو عرصه فضایی وارد میشه، اتفاقا بازیگری که پتانسیل ساخت داره، خودش میسازه، خودش هم پرتاب میکنه، خودش هم بهره برداری میکنه. خب این به هر حال برای اونها نشون دهنده اینه که یه خطری رو دارن میبینن دیگه. وگرنه مثلا شما یک مرکز فضایی ما آسیب ببینه که حالا در ازای مراکز فضایی که در کشورهایی مثل امریکا وجود داره، خب فاصله داره، اما اون میاد میزنه، به دلیل اینکه این کلاً این خطر رو داره برای توان فضایی و قابلیت‌های ایران برای خودش میبینه که آقا به هر حال این کشوری که عنقریب خیلی از مرزها رو فتح بکنه. ما ممکنه به لحاظ تعداد ماهواره‌ای پایین‌تر باشیم، اما قابلیت‌ها رو که دیگه طرف داره میبینه دیگه، و این بالاخره میبینه که باید این قابلیت‌ها رو هر جور شده سد بکنه یا کندش بکنه. حالا در امتداد این حمله‌ای که صورت گرفت به ما و دشمن یه نگاهی داشته به آینده ایران در این نقطه، خب این تجربه و حالا تجربه حمله‌های دیگه‌ای که به همه مراکز علمی و فناورانه ما شده، این چه درس آموخته‌ای برای ما داره؟ ببینید اول نکتهش اینه که صنعت فضایی برای دنیا مهمه. ببینید در یک جنگ نابرابر یک کشوری اومده به کشور ما حمله کرده، خیلی جاها رو میتونسته بزنه ولی صنعت فضایی رو زده. خب این نشون دهنده این هستش که صنعت فضایی زیر ذره بینشه. چرا؟ چون براش مهم و میدونه که این یک مؤلفه قدرته، برای یک موضوع راهبردیه برای کشور. اون میدونه که الان ما 4 تا 5 تا ماهواره در مدار داریم فعال و داره پیش بینی میکنه که خب این 4 تا 5 تا چند سال دیگه میشه 20 تا، میشه 50 تا، 100 تا و ایداد ایران تبدیل شه به یه قدرت و تعیین کننده در صنعت فضایی دنیا. به اندازه‌ای که برای اون مهمه، برای ما مهم نیست هنوز. پس اولی درس آموخته‌اش اینه که برای ما، برای شخص حقیر که
مهمه کاملا آگاهی، ولی ممکن اگر کسانی هم مثلا درش یه ذره شک و تردید داشته باشن بگن دیگه پس واقعا یه چیزی هست که این اتفاق داره میافته و داره آسیب میبینه این سند، داره حمله میکنه به این سند. اما برای ما تو درس آموخته چند تا مسئله مهمه. مسئله اول این که ما باید مسئله رو خیلی جدی‌تر از قبل دنبال بکنیم و اگر با هر سرعتی کار میکردیم این سرعت چند برابر باید بشه و باید موقعیت خودمون رو در صنعت فضایی ارتقا بدیم، جایگاه خودمون رو تثبیت و ارتقا و بالاتر ببریم. خب بخش خصوصی مهمه. یکی از موضوعاتی که من باید تو صنعت فضایی چجوری حالا اینو برسیم، یکیش بخش خصوصیه. ما باید بخش خصوصی رو در صنعت فضایی بیش از گذشته فعال بکنیم. وقتی بخش خصوصی فعال میشه چند اتفاق مهم میفته. یک، توزیع میشه، دیگه وابستگی به یک جای خاص وجود نداره. تعداد زیادی صنعت دارن روی این حوزه کار میکنن، بخش خصوصی تعداد زیادی شرکت دارن کار میکنن. دو، رقابت به وجود میاد، نه تنها توزیع میشه و آسیب پذیری رو این خودش کم میکنه، دو، رقابت به وجود میاد. رقابت که به وجود بیاد خود به خود سرعت و کیفیت میره بالا. نکته سوم، ما امکان همکاری‌های بین‌المللیمون ارتقا پیدا میکنه. بخش خصوصی حتما بهتر از دولت میتونه تو کنسرسیوم‌های بین‌المللی، تو پروژه‌های بین‌المللی ورود بکنه، بهتر میتونه یارکشی بکنه در عرصه بین‌المللی، میتونه شرکت‌های مختلف فعال تو دنیا رو پیدا بکنه و اینم برای من سرعت و جهش رو خواهد داشت. این درس آموخته مهمیه. موضوع بعدی هم این هستش که ما تو عرصه فضایی نبودیم قبلا، وابسته به یه محل خاص نبودیم، ولی این وابستگی رو باید کمتر بکنیم. قطعاً بخش پژوهشگاه فضای ایران که آسیب دید، ما خب من همیشه خیلی از من پرسیدن که آقا چی شد، خیلی آسیب جدی بود. گفتم بله، برای خود پژوهشگاه مهم بوده، آسیب دیده، ولی ما خیلی جای مختلف دارن تو صنعت فضایی کار میکنن و اتفاقا این انگیزه رو برای ما دولتی ها باید چند برابر بکنه و از هر گونه تمرکز گرایی ما اتفاقا فاصله پیدا بکنیم و در حتی بخش‌های دولتی هم این فضا رو فضای در واقع توزیع شده بکنیم و به صورت خیلی خلاصه و یک کلمه‌ایش اینه که فضایی رو خیلی خیلی جدی‌تر بگیریم و اگر یه موقعی یه شک و تردیدهایی تو حوزه سرمایه‌گذاری تو صنعت فضایی داشتیم، این یه ذره شک و تردید رو هم از بین ببریم و بگیم آقا صنعت فضایی یک صنعت بسیار راهبردیه و آینده کشور ما وابسته است به صنعت فضایی. یه موضوعی که من همیشه باید بهش توجه بکنیم، من صنعت فضایی فقط ماهواره نیست. یعنی ما 4 تا 5 تا ماهواره داشته باشیم، حالا بشه 40 تا بشه 50 تا بشه 100 تا، خیلی ارزش داره. ماهواره‌ها که زیاد میشه سرعت دسترسی ما رو به داده سطح زمین میبره بالا، امکان منظومه، ارتباطات گسترده، اقتصاد دیجیتال، فعال کردن این حوزه یه بازار بسیار بزرگی داره و آینده در واقع کشور رو تو حوزه مدیریت و ارتباطات ترسیم میکنه. اما فقط این نیست. ما صنعت فضایی حواسمون باید باشه، نگاه از ماهواره عبور کرده، الان بحث استفاده از منابع بسیار ارزشمند فضای ماورای جو مطرحه که ما رو اینم نباید کمکاری بکنیم. یعنی غیر از اون نگاه حال حاضر که میشه ماهواره ها، باید یه نگاه آینده یه ذره فاصله دار اما نزدیک رو داشته باشیم. سال بازه 2028 تا 2030 رو خیلی در واقع به عنوان سال آغاز بهره برداری از منابع ارزشمند ماه پیش بینی کردن. الان 2026، یعنی فاصله زیادی نداریم. این آیندهش یه آینده دور نیست. چه خبره؟ چرا؟ چی شده؟ چه چیزی مطرحه؟ ببینید ما به هر حال در دنیا موضوع دعوا سر انرژی خیلی زیاده و گسترده است و همین جنگی که ما الان جنگ تحمیلی سوم که به هر حال کشورمون آسیب زد و خیلی از بزرگان کشور را از دست دادیم و البته خیلی هم دستاورد برای ما داشت، بحث انرژی موضوع جدی مطرح بود. الان تنگه هرمز شده یه موضوع شاید مهمتر از هسته‌ای برای امریکایی‌ها، برای کسایی که جنگو شروع کردن. و ماجرا چیه؟ ماجرا انرژی و نفت و قیمت نفت و این مسائله، چون به هر حال تعیین کننده است. شما هر حوزه که بخوای تو دنیا کار فناورانه بکنی، انرژی تعیین کننده است دیگه.
و متصله. مفهوم انرژی و استفاده از منابع انرژی سطح زمین داره تغییر میکنه اندک اندک. باز تو همین کتابی که اول صحبت‌ها بهش اشاره شد مسئله رو باز میکنه. همینجوری هم الان توی یک سرچی بکنین تو گوگل فراوونه مقالاتی که راجع به این حوزه صحبت میکنن. حرکت از منابع زمینی به سمت منابع فضای ماورای جبر تو حوزه انرژی بسیار موضوع جدیه. چه بحث انرژی خورشیدی، چه بحث انرژی های پاکی مثل منابع انرژی مثل هلیوم 3 و هلیوم 3 که بحث های ایجاد راکتورهایی که بتونه این انرژی رو از سطح ماه در ماه بتونه بهره برداری بکنه و به در واقع استفاده برسونه. و این قطعاً ما ظرف چند سال آینده خیلی از مزایای ژئوپلیتیکی میگن، مزایای جغرافی خاصی که ما داریم در حوزه انرژی در منطقه با تنگه هرمز جایگزین میشه و کمرنگ میشه. و یکی از موضوعاتی که ما باید به جد روش سرمایه گذاری کار بکنیم استفاده از منابع انرژی فضای ماورای جبر. این تو معدن هم هست، تو بحث‌های منابع طبیعی هم هست و اینا موضوعاتی هستش که الان تو حوزه فضا دارن کار میکنن. استفاده از منابع سیارک‌ها، استفاده از منابع معدنی سیارک‌ها، استفاده از منابع معدنی سایر کرات الان در فاز مطالعات و امکان سنجیه. اما وقتی پروژه‌هایی که داره تعریف میشه رو نگاه میکنیم میبینیم خیلی جدی‌تر و نزدیکتر از یه در واقع امکان سنجی اولیه است. خب آقای دکتر، این طرح بحثی که میشه که شکل انرژی هم تغییر میکنه در کنار بقیه تغییرات با مسئله فضا، یه پرسشی رو پیش میاره که ما چطور به سمت آینده باید حرکت بکنیم. ما بالاخره توی یه درگیری فناورانه‌ای هستیم با یک موقعیت نابرابر. استراتژی ما همیشه یک استراتژی نبرد نامتقارنی بوده توی فناوری. توی این ایام جنگ خیلی بحث مطرح می شده ناظر به تقابل پهپاد با جنگنده، تقابل قایق تندرو با ناو و همیشه بحث این سوال رو پیش میاره که اون راه میانبری که ما میتونیم بریم، اون راه نامتقارنی که میتونه برای کشور ما برتری ایجاد بکنه چیه؟ توی حوزه فضایی چطور؟ چون ما بالاخره اینجا هم یه نابرابری زیادی داریم توی حجم سرمایه گذاری، توی حجم جریان انسانی که درگیر این صنعته. خب ما چطور به سمت این آینده باید حرکت بکنیم که برامون یک ساعت مزیت ایجاد بکنه؟ درست. خیلی ببینید ما نقطه قوتمون منابع انسانیمونه. واقعیت به حال هر کشوری که تو منابع انسانی قوی باشه، از این که مثلا ما سرمایه گذاریمون کمه اونا زیاده فاصله داریم، از این نباید بترسیم. ببین اولین مهم اینه که ما اون سد ذهنی و اون محدودیتایی که تو ذهنمون ممکنه وجود داشته باشه که ما خیلی فاصله داریم، پس اونا کجا ما کجا، فاصله‌مون زیاده، حالا ما هر چقدر بدویم ممکنه بهشون نرسیم. این درست نیست. چند تا شاهد مثال میارم. اولندش که ما منابع انسانی خیلی خوبی داریم و این منابع انسانیمون هنوز باید شاید ما به احسن وجه تو حوزه‌های استراتژیک به درستی استفاده کامل نکردیم و جا داره خیلی بیشتر از این از منابع انسانیمون استفاده بکنیم. ما چند میلیون دانشجو داریم، خیلی نکته مهمیه. آیا همه اینها رو ما اونطور که باید شاید تو حوزه‌های راهبردی مثل فضایی و غیره به درستی استفاده کردیم، درگیرشون کردیم؟ خود بنده حقیقت باید پاسخگو باشم و البته خیلی از کسانی که غیر از بنده مسئولیت دارن و محدودیت‌های ذهنیمون نباید اینجا مانع بشه که ما حرکت نکنیم. پس نقطه قوت اون منابع انسانیمونه. یک. دو، ما منابع انسانی هم باید ما جذب داشته باشیم. یعنی ما نه تنها منابع انسانی خودمون خیلی خوب هست و میتونیم بعد استفاده بکنیم، خیلی کشورها با ما همکاری میکنن. آیا ما واقعا همه ظرفیت منابع انسانی خوبه؟ من همش روی منابع انسانی الان میخوام تاکید بکنم، چون از نظر من باقی محدودیت‌های ذهنیه. یعنی تکنولوژی فاصله داریم، نمیتونیم بسازیم، حالا خودمون میخوایم بسازیم. اینجا چرا آقای دکتر مثال هم میشه بزنید؟ از مثال نقضش همین جنگل رو شما مثال زدید دیگه. ما الان علی ظاهر ما باید خیلی وضعیتمون پایین‌تر باشه، ولی واقعا اتفاق نیفتاد و خیلی از موضوعات فناوری که ما توسعه دادیم در کشور و بچهای خوب حوزه دفاعی کشور توسعه دادن،
خب با همین بچه‌های نخبگان صنعت ما بوده. خب بله، ما شاید مثلا خیلی از آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های عجیب و غریبی که سال‌هاست توی غرب توسعه پیدا کرده ما نداشته باشیم، فاصله هم زیاد بود، اما نداشتن اون آزمایشگاه‌ها و اون زیرساخت‌هایی که در غرب داره، در امریکا داره، از جنگ جهانی اول و دوم اونا خیلی توسعه پیدا کردن، ما اونا رو که مشابهش رو نداشتیم. اما آیا نداشتن اونها مانع از این شد که ما بتونیم تو خیلی از موضوعات تکنولوژیک درست عمل بکنیم؟ این همه پس فناوری که تو این جنگه اومده استفاده کرده و ما تونستیم موقعیت خودمون رو تثبیت بکنیم. البته فقط این نیست، اما منابع انسانی مهمترین رکن پیشرفتی کشوره. یعنی افرادی که اراده قوی داشته باشن، خستگی ناپذیر باشن، باهوش باشن، آیکیو بالا داشته باشن، پرتلاش باشن، ما توی کشور کم نداریم و باید خیلی بیشتر از قبل استفاده بکنیم. 1 2 فرض کنید کم آوردیم، این همه در واقع منابع انسانی خوبی که در اطراف ما وجود داره از سایر کشورها، کم در واقع ظرفیت وجود نداره، ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی وجود داره. این نکته بعدی این که تو حوزه‌های فناوری، حالا عبارت میانبر شاید استفاده بکنیم یا موضوعات دیگه، ببینید به هر حال خیلی چیزا هم داره تغییر میکنه سریع. ببینید یه موقع ماهواره‌های چند ده تنی خب بالاخره جدی بود و باید اگه کشوری میخواست مثلا توی ژئو کاری انجام بده، تو ارتفاع 36,000 کیلومتری مدارهای زمین آهنگ، ماهواره‌های در واقع بالای 10 تن حتی ساخته میشد و پرتاب میشد و کار میشد. معدود کشور، 2-3 تا کشور این پتانسیل و ظرفیت رو داشتن. اما الان اینجوری نیست. الان فناوری ها خیلی داره تغییر میکنه. فناوری ها داره کوچیک میشه، سبک میشه. ماهواره های 1 تنی چه بسا همون پهنای باند ماهواره چند تنی رو داشته باشه، 10 تنی رو داشته باشه. منظومه های ماهواره های کوچیک، ما با ماهواره های زیر 100 کیلوگرم الان تصاویر با دقت بهتر از 1 متر رو الان دارن میگیرن و جمع میکنن. کسی که تو صنعت فضایی، چون مثالای صنعت فضایی میزنم، این یعنی که با این تغییر تکنولوژی خیلی از اون فاصله ها به راحتی جبران میشه. شاید ما الان ظرفیت ساخت ماهواره چند صد کیلوگرمی رو نداشته باشیم، چند تونی رو نداشته باشیم، اما خب تکنولوژی هم داره به نفع ما حرکت میکنه. ترند تکنولوژی به سمت کوچیک شدن و سبک شدن و ارزون شدن داره حرکت میکنه. این نقطه قوتیه که برای ما اینجا وجود داره، از این بعد استفاده بکنیم. نهایت یعنی میخوام بگم فاصله یه مقدار زیادیش ذهنیه و انقدر اون فاصله زیاد نیست که در یک نگاهی تصور میشه. یعنی بله، مانع ذهنی بیشتر مانع حرکت مانع ما ذهنی محکم تره. بله مثلا یه موقعی مثلا 50 سال پیش بود میگفتیم بله خب ما این تکنولوژی رو نداریم، فاصله زیاده، اما الان تکنولوژی‌ها شدیداً داره به نفع کشورهای حرکت میکنه مثل ما که نوظهور هستن در صنعت فضایی. حالا ما اینو میتونیم از فضایی به حوزه‌های دیگر تکنولوژی هم تعمیم بدیم. بله قطعاً همینطور هست، قطعاً. این نکته دوم. نکته سوم که اینم باز مهمه، اینه که به هر حال ما باید یارکشی‌های خودمونم بکنیم. حالا این بالاخره دوستان خوبی هم ما داریم. ببینید به هر حال حوزه فضایی رو بخوای تنهایی روش کار بکنی، مثل خیلی از حوزه‌های تکنولوژیک، یا من خودمم یه مش نیرو انسانی دارم، تکنولوژی هم داره سبک میشه، داره ارزون میشه، ظرفیت خودم استفاده میکنم، این خب با زمان رو طولانی میکنه. همکاری‌های در واقع راهبردی تو دنیا مهمن، تو صنعت فضایی هم مهمه. بعضی کشورها با ما کار نمیکنن ولی خیلی از کشورها هم کار میکنن. این باز مانع ذهنیه که ما نریم با اون کشورها همکاری بکنیم. که ممکنه که شاید رسمی من نتونم خیلی صحبت‌ها رو بگم و طرح بکنم، اما در حوزه‌های فناوری‌های راهبردی خیلی کشورها هم با ما همکاری همین الانه علاقه‌مند هستن که بکنن. چون ذهنیت بین‌المللی که وجود داشته که یک هژمونی فناورانه داریم مثلا توی چند دهه اخیر، این ذهنیت الان شکسته و نکته‌ای که من الان ائتلاف‌های فناوری داره شکل می‌گیره، به نفع همه هست. یعنی بالاخره دنیا همیشه یارکشی در عرصه حوزه‌های مختلف دنیا از جمله حوزه تکنولوژیک وجود داره. من تو اول عرایزم راجع به گفتم استقلال و اون مفهوم. ما باید
استقلال فناوری خودمون رو داشته باشیم. قطعا من باید پتانسیل و توانمندی خودم رو داشته باشم. اما وقتی که با این استقلال، با این قابلیت میام، ممکنه من توانمندیم ظرفم کوچیک باشه اما قابلیت دارم. این که من با این قابلیت برم وارد یک همکاری بین‌المللی بشم و این که این قابلیت نداشته باشم خیلی متفاوته. شما وقتی یک پتانسیلی داری که به مرحله ظهور و بروز رسوندی و الان میتونی کار بکنی، خب این اصلا نوع نگاه کشورهایی که با تو همکاری میکنن متفاوت میشه. بنابراین این سه تا رو باید در نظر بگیریم. یک، منابع انسانی بسیار ارزشمندی که خودمون داریم، باور بکنیم بهشون، کار بدیم بهشون. مشکل منابع انسانی، حتی اگر ما ظرفیتمون به لازم منابع انسانی بگیم ما تمام نخبگانمون رو داریم به کار میگیریم، خیلی ما میتونیم جذابیت ایجاد بکنیم برای نخبگان دنیا. موضوع فناوری، ترند فناوری به نفع کشورهای نوظهور تو صنعت فضایی مثل ماها و همکاری‌های بین‌المللی. و البته این سه تا یه موضوع مهم میخواد، اونم که بالاخره بعد یه مدیریت جهادی پایه‌کار با اعتقاد، با ایمان به اینکه این کار شدنیه هم باشه. ترس و واهمه و این چیزایی که به قول معروف همیشه تو دل افراد میفته که تو تصمیم گیری‌های مهم دست بالشون بلرزه، بخوان کوچیک نگاه بکنن، بلند پرواز نگاه بکنیم. به هر حال اگر ما توکل کنیم و منطقی کار بکنیم و درست مدیریت بکنیم حتما به موفقیت میرسیم. یعنی پس من میتونم اینطوری جمع‌بندی بکنم که توی این نگاه مؤلفه محوری برای اینکه ما بتونیم برهم زننده باشیم نیروی انسانی مونه. بله. که برای اینکه نیروی انسانی بتونه از این ترند فناوری هم استفاده بکنه احتمالاً نیازه که خیلی دانش پایه‌تر با حوزه‌های فناورانه آشنا بشه و اینجا نقش زیرساخت‌های دانشی ما هم خیلی کلیدی میشه که بتونه به سرعت خودش رو تغییر بده به سمت حوزه‌های جدید. و نگاه هم اینه که اینجا ما بتونیم یک حضور جهانی بر پای استقلال خودمون با همین مزیت نیروی انسانیمون داشته باشیم. بله داشتین. من متکی به خودم تو یک عرصه بین‌المللی ورود می‌کنم و قطعاً پذیرش خواهم داشت. یعنی اینجوری نیستش که بگیم آقا درها بسته است. نه، خیلی از کشورها الان دوست دارن با ما هم همکاری بکنن. ما باید بریم بالاخره خودمون رو نشون بدیم، اثبات بکنیم، نزدیک بشیم، ارتباط بگیریم و کار کنیم با هم دیگه. حالا غیر از حوزه صنعت فضایی شما نگاهتون چیه؟ آیا همین الگو و چارچوب قابل تعمیم به سایر حوزه‌های فناوری هست؟ حالا اگه اینجا کلی‌تر هم بگید که در آینده ما اون فناوری‌های استراتژیک و راهبردیمون چی میشه، اینم خیلی میتونه کمک بکنه. بله ببین تو کلا ما نقطه قوت و منابع انسانی مونه و بعضی از حوزه ها یه پیچیدگی های دیگه هم داره. اون هم مؤلفه بازار و ورود به عرصه های فروش و رقابت های این چنینی هم پررنگ تر میشه. اون نگاه بین المللی شما تا حدی میتونه برطرف هم بشه. دقیقاً اصلا همین. اصلا همکاری بین المللی اینو به ما کمک میکنه. بعضی از حوزه ها تو این قضیه خیلی پررنگ تره. مثلا حوزه های فضایی که حالا یه حوزه بسیار های تک و الان مؤلفه فناورانش خیلی قوی تر از مؤلفه بازارشه. یعنی خیلی تعیین کننده است. ما خیلی از پروژه‌های بزرگ فضایی دنیا رو که مطالعه می‌کنیم نگاه می‌کنیم می‌بینیم بحجم اقتصادیش خیلی پررنگ نیست. خیلی آینده نگرانه تره. آینده نگرانه تره و قطعا نگاهش اقتصادی هست، اما نگاه اقتصادی نگاه یک نیست. درست؟ تو خیلی از عرصه‌ها ولی اینطور نیست. مثلا شما توی حوزه‌هایی که بیشتر با عامه مردم درگیره، حالا مثال بزنیم شاید مثلا نگاه ملموس‌تر، خودرو، لوازم خانگی، اینها موضوعاتیه که مؤلفه اقتصادی، بازار، تبلیغات، فروش، مشتری مداری، اینا خیلی پررنگ میشه. تو این قضیه ما باید در واقع باز با همون نگاه بین‌المللی کار بکنیم و اینجا یه ذره پیچیدگی ها، ولی کلیتاً همینه. یعنی بازم اونجا هم منابع انسانی مهمه که ما نقطه قوتمونه. همیشه باید این باوره وجود داشته باشه که ما میتونیم، توانمندی خوبی داریم، واهمه نداشته باشیم نسبت به یه برنامه‌ریزی دقیق بکنیم رو منابع انسانیمون، حتی جذب نخبه‌های خودمون، جذب نخبگانی که در سایر کشورها هستن. این قانون روال در دنیا، رویه‌ای هستش که در دنیا وجود داره. و تو بحث دانش محوری کار کردن، استفاده از تکنولوژی‌های جدید
یعنی محدود نکنیم خودمون به تکنولوژی قدیم. باز برای اینکه یه مثال ملموس‌تر بزنیم، مثلا خب مثلا موضوع خودرو که میگیم میشه خودرو برقی، موضوعی که باز کانکتد کار که الان موضوعی که حوزه آیتی و خودرو داره با هم ترکیب میشه. ببین این با این نگاه نریم به سمت یه موضوعی که خب به هر حال یه بازار گرفتن توش خیلی مشکله. یعنی به تعبیر حتی گیر اون مسائل بازاری اقتصادیمون نیفتیم، با فناوری بریم یه بازار جدید جای خلق خالیمون رو پر بکنیم. البته میگم این موضوعی که بعد صاحب نظران این حوزه، من الان نباید در واقع اظهار نظر بکنم روی موضوعی که الان مسئولیتی روش ندارم، اما سرجم میخوام بگم این موضوعیه که درسته. سرجم منابع انسانی، موضوعات های تک، حرکت روی موضوعات های تک و همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای همسو و همکار، یارکشی بین‌المللی بسیار موضوع مهمیه که این کل موضوعات های تک رو قطعاً پوشش میده. موضوعاتی که بعد اقتصادیش هم پررنگ میشه باید یه مقداری باز با همون یارکشی بین‌المللی و همکاری‌های بین‌المللی که باز اونجا رقابت‌ها سخته، پیچیده‌تره و مؤلفه‌های دیگه‌ای هم اضافه میشه. مثلا ما بالاخره رو فرهنگ عاممون کار کردن، رو فرهنگ مصرفمون کار کردن، اینا موضوعات مهمی که اونجا هم در نظر بگیریم. آقای دکتر، توی مؤلفه‌هایی که گفتید مهمترین مؤلفه خب فرمودید نیروی انسانیه. اونطوری که به نظر میاد ما حرکت دانشگاهمون و فضای عمومی نخبگانمون به صورت طبیعی همراستای با این فناوری‌های راهبردی نیست. یعنی به نظر میرسه که اتمسفر دانشگاه ما، فضای علمی پژوهشی ما و حتی اون جهتگیری هایی که اتمسفر نخبگان داره، تمایلات نخبگان، سمت و سوش و اصلا نگرشش به آینده فناوری نگرش متفاوتیه. به نظر شما چرا این اتفاق افتاده؟ یعنی چه موانع ذهنی وجود داشته که توجه به اندازه کافی انگار داره به صنعتی مثل صنعت فضایی نمیشه در کشور ما، تو فضای نخبگانمون؟ خب حالا فضایی ما خب بالاخره محدودیت منابع مالی و اینا خب اثرگذاره. به هر حال ما تو صنعت فضایی خب باید هزینه بشه و شاید یه بخشی که کمتر دانشگاه‌ها درگیر شدن توی صنعت فضایی یا مثلا به اون گستردگی که ما انتظار داریم نشدن، یه بخشیش منابع مالیه. ولی من یه نکته کلی هم عرض بکنم، چون خودم دانشگاهیم و این انتقاد به خودم میکنم. ما در دانشگاه‌هامون مسئله محوری زیاد متاسفانه پررنگ نیست. نگاهمون یه ذره تو دانشگاه در واقع عادت پیدا کردیم به یه رویه ثابت. ما مثلا یه آموزشی میدیم، درسایی رو ارائه میدیم، دانشجو میده این درس‌ها رو یاد میگیره، یه پایان نامه‌ای تعریف میشه. این پایان نامه بر اساس نیاز روز کشور به اون مفهوم نیست، کمه. من عرض بکنم، من قصد جسارت به کسی ندارم، ولی خود بنده به عنوان یه فرد دانشگاهی، پایان نامه ها مبتنی بر نیازی است. استادا کمتر میرن توی صنعت مسئله بیارن تو دانشگاه حل بکنن در قالب یک پایان نامه و پروژه و اینها. ممکنه عرض بنده رو خیلی دوست نداشته باشن، حالا اون دیگه سلیقه خودشونه، اما من حقیقت نظرم به این صورته که اگر ما دانشگاهمون بخواد از یه مقداری فضای در واقع نخبگانی صنعتی و حالا ما دانشگاه صنعتی هستیم دیگه، توش تقویت بشه، این شاید مثلا در مورد دانشگاه علوم انسانی به طریق دیگه‌ای بعد مطرح بشه. باید مسئله محوری یه ذره که قطعاً بشه سرلوحه اساتید. مسائلی که برای پایان نامه تعریف میشه، برای پروژه ها تعریف میشه، مسائل و نیازهای جامعه. حتی این به این مفهوم نیستش که ما از اون ور بوم بیافتیم دیگه هیچ تحقیق فاندامنتالی انجام ندیم، هیچ کار مثلا تئوریکی انجام نشه، نه. ولی واقعیت اینه که این نسبته بعد حفظ بشه. ما اگه پایان نامه ها، تحقیقات دانشگاهی و مسیری که برای دانشجو ترسیم میکنیم بر اساس رفع یک نیازی در داخل جامعه باشه و یک مسئله‌ای رو حل بکنیم، خود به خود خواهان بیشتری در صنعت پیدا میکنه، دانشجو ذهنش تو این قضیه هدایت میشه، بعداً اون دانشجو میره همون مسیر رو ادامه میده، یه مسئله دیگه‌ای رو حل میکنه.
خب دکتر، این شما یه مهمه. تجربه‌ای هم تو همین نقطه داشتید زمانی که معاون رئیس بنیاد ملی آها، نخبگان بودید. همونجا رویدادهای مسئله محور رو شما راه اندازی کردید، طرح شهید بابایی دقیقاً بنیاد. درست. اون زمان چه آقای دکتر تجربه‌ای ستاری بود. داشت؟ بله، من معاون ایشون بودم. ببینید، در بنیاد نخبگان با اتفاق آقای دکتر سعادت ما یه طرحی رو برنامه‌ریزی کردیم، طرح شهید احمدی روشن قبل از این بود و بعد طرح شهید بابایی که رویدادهای مسئله محور بود. اصلا همین نگاه بود. اونجا من به عنوان معلم به این جمع رسید، اون تیم به این جمع رسید که این جاش خالیه. یعنی واقعا این مسئله محوری جاش خالیه. حالا مسئله محوری میتونه در قالب یک هسته فناور باشه، استاد به تعداد دانشجو که اون موقع طرح شهید احمدی روشن مطرح میشد. ممکنه در قالب یک رویداد باشه، یعنی یک مسئله‌ای به مسابقه گذاشته بشه. طرح شهید بابایی که اشاره فرمودین ناظر به اون همون طرح بود. و اتفاقا اون طرح در راستای همین تشویق همین قضیه بود که بابا اگر مسائلی که ما تو کشور داریم و بیاریم بین جامعه نخبگانی به مسابقه بذاریم، یعنی بکنیمش یه عادت که بچه‌های ما ارزش بشه. من حتی تو دبیرستان هم اعتقادم بر اینه که همین اتفاق باید جاری و ساری بشه. یعنی حتی به نظر من ما لازمه که در تحصیلات پایه‌ای ترمون هم همین اصلاحات رو داشته باشیم. مسئله محوری و دغدغه‌مند کردن دانش آموز به حل مسائل کشور، به اینکه حالا ممکنه نتونه یه مسئله جدی حل کنه، بتونه ایده پردازی کنه. آقا تو بالاخره 4 تا مسئله پیدا کن، ایده پردازی کن. این ممکنه یه مسئله خیلی دم دستی باشه، ممکنه یه مسئله خیلی های تک پیچیده باشه. بالاخره این وقتی که بشه دغدغه تبدیل بشه به دغدغه، تبدیل بشه به یه فرهنگ، تبدیل بشه به یه خلق و خو، خود به خود این دانشگاه از این مسیر حالا نسبتا سنتی تری که الان توش هست و الان یواش یواش تو این سال‌ها اینم ناگفته نمونه، بالاخره خیلی تو این سالها به تدریج این تغییرات نگاهی اتفاق افتاده در کشور، در دانشگاه. ما تو دانشگاهمون بعضا کارهای خیلی خوبی داره تو حوزه‌های فناوری و نیاز روز جامعه حل میشه، اما این باید خیلی بیشتر از اینا توسعه پیدا بکنه. خب این از سمت دانشگاهشه. یه چیزی که توی فضای عمومی وجود داره، احساس عدم اثرگذاریه. یعنی بله. انگار تصویری رو آدم‌ها متصور نیستن که ما میتونیم اثرگذار باشیم. این رو چی کارش میشه کرد آقای دکتر؟ ببین، من باز میریم سر یه صحبتایی که ببینید همه منشأ خیلی از موضوعات توی نظام آموزشیمونه. یعنی ما متاسفانه بچه‌های خوبمون که خیلی درس میخونن، اینا حالا درس میخونن، اما این یعنی بهشون میگن آقا این کتابه رو بخون، فردا ازت امتحان میگیریم، اونم خیلی خوب میره میخونه، امتحان خیلی خوبی هم میده، اما راجع به خیلی موضوعات پایه‌ای تر فکر نمیکنه و دغدغه‌مند نمیشه نسبت به حل مسائل کشور خودش. و ما متاسفانه تو جامعه بچهای با استعدادمون که تو دانشگاه خوب میان و بالاخره از صد کنکور با هزار بدبختی رد میشن، وارد دانشگاه میشن، این موضوعات رو داریم که طرف متاسفانه یه مقدار یک بعدی بار اومده. یعنی نسبت به جامعه خودش، محیط اطراف خودش کمتر. البته بعضی مدارس واقعا خوب دارن کار میکنن. باز من میگم، من حرفایی که میزنم کلی حرف میزنم ولی به همه نمیچسبه. واقعا مدارسی الان وجود دارن تو سالهای گذشته، خیلی بچه‌ها رو دارن مسئله محور بار میارن، اصلا نظام آموزشیشون رو متفاوت کردن، دارن با یه فرایند دیگه سیستم آموزش میدن. فرد دانش آموز تو مدرسه خیلی دست به آچار بار میاد، کار میکنه، نمونه میسازه، میره تو جامعه تعامل میکنه، اما همه باز این نیستن. قالب که به تدریج داره بهبود پیدا میکنه متاسفانه اینجوریه که دانشجو خوبمون، دانش آموز خوبمون که میاد تو دانشگاه خوب، متاسفانه تکبودیه، یا مثلا دیگه به جامعه خیلی کار نداره، به مسائلی کار نداره، دغدغه‌مند نسبت به اجتماعش نیست، دنبال حل مسئله نیست. اصلا بهش بگیم که نگاهت نسبت به جامعه، سیاست، حکومت، مردم متاسفانه عمیق نیست بعضن. و البته میگم باز این نافی زحماتی که خیلی ها دارن میکشن و خیلی از افراد، نهادها نیست، اما جا داره روی این قضیه خیلی بیشتر از اینا کار بکنیم. افراد نسبت به وطن، نسبت به کشور، نسبت به مسئله کشور، نسبت به جایگاه کشور
در دبیرستان حساس باشن، در مدرسه حساس باشن، میاد توی دانشگاه دنبال گم شدهش این باشه که من چه کار میتونم برای این کشور بکنم. گم شدهش این باشه. این خیلی فرق میکنه که طرف بیاد بگه یه مسئله بدید من حل کنم. اینم نمیگن، میگن که درسو بخونیم ریکامو بگیریم و حالا دیگه من اینو نخواستم استفاده بکنم. این دیگه واقعا جا داره آدم واقعا ناراحت میشه آدم که من برم یه جایی که ازم استفاده بکنن. این که نشد. تو این نباید این حرفو بزنی. دانشجو نخبه این حرف، من برم یه جایی که ازم استفاده کنن، یه به قول فرما شما یه ریکامی بگیرم و برم و مثلا مگه اونجا چیکار میخوای بکنی؟ اونجا هم یه مسئله میذارن جلوت حل بکنی دیگه. تو باید بری مسئله شناسی بکنی، مسئله یابی بکنی و سولوشن خودتو بدی و دغدغه داشته باشی نسبت به این قضیه. من همیشه اینو میگم، یه روی کردیده که بگی آقا یه مسئله بدید من حل کنم، یه روی کردینه که بگی من برم یه مسئله پیدا بکنم حلش کنم. دومی باید خیلی تقویت بشه تو کشور. این بشه دغدغه، این بشه یه دغدغه دانش آموز خوب ما تو مدرسه خوب کشور و بشه یه دغدغه دانشجوی خوبمون تو دانشگاه خوب کشور. این خیلی میتونه ما رو جهش بده. خب چیکار میتونیم بکنیم برای اینا دکتر؟ یعنی چه ظرفیت‌های نهادی؟ تربیت. ببینید بالاخره حالا خیلی باز این یه مثنوی 70 منه که چه کار میتونیم بکنیم. ببین هر کسی وظیفه خودشو داره. نظام آموزش پرورش، خب بعد من حالا باز میگم الان این صحبت میکنیم، میگن آقا ایشون که متخصص کنکور نیست، برای چی رو کنکور اظهار نظر میکنه؟ این بعد مسئله است دیگه. خب بالاخره یه آسیب داره میزنه تو کشور، باید بپذیریم. من حالا خیلی افراد صاحب نظر هستن که نسبت به این قضیه ایده های خیلی خوبی دارن، اما به هر حال وقتی که این نظام آموزش پرورشی که جنبه یک بعدی پیدا میکنه، به ویژه اون در 3 سال آخر دبیرستان که واقعا 3 سال طلاییه که دانش آموز میتونه خیلی از شخصیت اجتماعیش اونجا شکل بگیره و بفهمه و خیلی موضوعات رو دغدغه‌مند بشه، میشه آقا بشینیم یه مسئله ثابت حل بکنیم، بریم تون تست بزنیم، برسیم به یه جایی که بتونیم همه سوالات در زمان خیلی کوتاهی جواب بدیم. این ببخشید یعنی شما اتلاف وقت و این که درست نیست که. باید خیلی روی این قضیه صاحب نظر داریم. ما افرادی داریم تو تعلیم تربیت صاحب نظرن. قطعاً اون نظام آموزشی و تربیتی ما در مدرسه باید اصلاح بشه. تو دانشگاه که خود ماها زیر دست ماها میان، استادا باید خودم نصیحت میکنم، بنده حقیر باید مسائلی رو به عنوان تز، به عنوان پروژه به دانش آموز، به دانشجو بدم که این مسئله نیازی رو تو جامعه رفع رجوع بکنه. این به عنوان خب از اون ور افرادی که نهادهایی که دارن سیاست گذاری میکنن، استاد رو عملکردش ارزیابی میکنن، دانش آموز رو عملکردش ارزیابی میکنن، مقالاتش رو نگاه میکنن، به حل مسئله یک نگاه ویژه‌تری داشته باشن که الان کم لطفی داره میشه، داره بهتر میشه. یعنی ما یه وقتی خیلی عقب بودیم، الان داره به تدریج یه سری کانسپت‌های جدیدی میاد، میگن آقا اینم ارزش داره، اون کارم ارزش داره. اما واقعیت اینه که من بتونم یک پروژه‌ای رو به ثمر برسونم که خودش بشه یک در واقع بذر یک محصول دانش بنیان بشه، بذر یک شرکت دانش بنیان بشه، بذر یک کسب و کاری بشه، این خیلی ارزشش به مراتب بالاتر از اون زمانی هستش که من بیام صرفاً بگن آقا من حالا مثلا به عنوان آکادمیک میام تعدادی مقاله در ژورنال‌های خوب، نمیگم من دوتاش ارزش قائلم، اما اولی که بیا طرف واقعا یه نیازی رو از جامعه رفع رجوع بکنه، به مراتب جایگاهش بالاتره. شما وقتی بتونی یه شرکتی تأسیس بکنی که تعداد آدم نون بخورن، اقتصاد کشور بچرخه، بتونه رقابت بکنه، بتونه بره تو عرصه بین‌المللی محصولش رو بفروشه، این اصلا چی با این قابل قیاسه؟ شما هم اقتصادتو شکوفا کردی، هم دست 4 نفر آدمو گرفتی، به لحاظ اقتصادی رشدشون دادی، نونشون رو داری میدی، هم میتونی توی عرصه بین‌المللی یه قدرتی نشون بدی، هم میتونی نیاز جامعه رو رفع رجوع بکنی. خب این اصلا کجا قابل قیاس نیست. آقای دکتر شما خودتون به نظرم یه مثال ویژه هستید از کسی که تونسته هم فضای علمی و آکادمیک رو خیلی خوب پیش ببره. نظر لطف شماست، چون ما اینطور شنیدیم که حالا غیر از دورشته بودن کارشناسی و سرعت بالای تحصیل، شما اون سریع‌ترین بازه از استادیاری تا استاد تمامی رو هم طی کردید، در کنارش هم تونستید همین فضای فناورانه رو هم الحمدلله دنبال بکنید. حالا ما اینطور هم شنیدیم که خب فضای آزمایشگاه‌های شما هم تا حدی توش مسئله کاربردی هست. خب به عنوان شخصیتی که همون دغدغه‌های علمی بچه‌ها رو هم تجربه کرده، یعنی اینجور نبوده که شما بی‌نسبت بشید با فضای علمی بگید من میرم بیرون کار میکنم.
خب اگه بخواید یه توصیه‌ای بکنید مثلا به دانشجوها، چی میگید؟ حالا میشه همین مثلا بله. خطاب به دوربینم بگید. با این دوربین یا با این دوربین؟ با این به دوربین همین قطعا این. به این دوربین. خب ببین، من دانشجوها، من همیشه دانشجو خودم هم میگم فقط درس نه، حتما جامعه و حل مسئله. یعنی من حتما به دانشجوهای خودم از دوره لیسانس هم توصیه میکنم برید در صنعت، چون ما دانشگاه صنعتی هستیم، برید در صنعت و آشنا بشید. خیلی از استادای خوب ما توی دانشگاه کسب و کار صنعتی دارن، شرکت‌های دانش بنیان دارن، محصول تولید میکنن. برید با تجربیات اون استادات رو ببینید. زمان دوران تحصیلتون فقط صرف دانشگاه و اینکه 4 تا کتاب و درس و معدل خوب باشه نباشه. برید در صنعت. وقتی که وارد صنعت بشید، خود به خود نگاهتون اصلاح میشه. نگاه میشه نگاه ملی، نگاه میشه نگاه رفع مسئله و حل مشکل. اثرگذاریتون زیاد میشه. خیلی وقتا دانشجوی نخبه ما چون حس میکنه اثرگذاری نداره بلند میشه از ایران میره، ولی وقتی که میاد توی جمع‌های نخبگانی قرار میگیره که دارن اثرگذاری میکنن، محصول تولید میکنن، محصول میفروشن، کسب و کار دارن، اون استعداد خوبی که داره، استعداد خوددادی داره، آیکیو داره، پرتوانه، تلاش زیادی میکنه، باور میکنه و میاد اون کسب و کار رو راه میندازه. از رویدادهای مسئله محور من همیشه دانشجوها رو تشویق میکنم برید شرکت بکنید. حالا مسابقات مختلفی که برگزار میشه، به هر حال این تجربه فرصت خوبی برای یک ضعف بزرگ در نظام آموزشی ما که کار تیمی رو خیلی به بچه‌ها به صورت حرفه‌ای آموزش نمیده. یعنی کلا ما یه نقطه ضعف نظام آموزشیمون همین آموزش فردیه. طرف میره یه تنه تست میزنه، البته تست کنار نمیشه دست جمعی زد، ولی خیلی رو اون بود دیگه پررنگه. بود کار جمعی و کار گروهی، کار تیمی و اینکه بیان یه کسب و کار رو راه بندازن، کار همکاری بکنن کمه. این میتونه اون قسمت رو هم پوشش بده. و در قالب تیم هایی که تشکیل میشه تو مسابقات، تو حوزه های مختلف، یکی از رسالت های خودتون رو دانشجوها حتما این ببینید که شما باید یک مسئله رو در کشور حل بکنید. حالا یه وقتی هست شما در قالب اون تیم مهارت رهبری هم دارید، اون مهارت رهبری همه ندارن، مهارت مدیریتی همه ندارن. شما میتونید یه رهبری بکنید، یک شرکت رو تأسیس بکنید. ممکنه نه توی اون تیم بخورید، توی اون تیم قرار بگیرید، به کمک هم یه مسئله رو حل بکنید. شما یه عضوی میشید از اون تیم، اما قطعاً اثرگذاریتون در سطح جامعه بیشتره. خودتون به اقتصاد خودتون کمک میکنه، وضع خودتون به لحاظ مالی خوب میشه، وضع کشورتون به لحاظ مالی خوب میشه، رشد اقتصادی. خیلی بچه‌ها میان به من میگن که الان تو حوزه نظامیه، نمیدونم فلانی، الان جنگ فلانه، ما بریم تو حوزه‌های دفاعی کار کنیم. من میگم اتفاقا اشتباهی که بیاد میگید آقا من الان که اینجوریه برم تو حوزه دفاعی. شما تو حوزه استعداد خودت کار کن. یه وقتی از شما یه استعدادی داری که حوزه دفاعی نیست، استعدادم یعنی شامل علاقه‌مندی هم میشه، هم توان فکری و ذهنی است، هم علاقه‌مندی. شما باید روی علاقت نگاه بکنی. اگر هر کاری بکنی که حوزه اقتصاد کشور رو دانش بنیان بکنه و توسعه بده و خودت بتونی پیشرفت بکنی، کشورت هم بتونی پیشرفت بکنی، اون پذیرفته است، اون نگاه احسن و نگاه درست هستش. و البته خب بعضی از افراد هم توانمندی خاصی دارن، میتونن برن استاد بشن، خیلی کارا اینجوری بکنن. اون دیگه بر اساس فرد و توانمندی فرد. دست شما در نکنه آقای دکتر، خیلی زحمت سلام. کشید، خیلی گفتگوی خوبی بود، شخصا خیلی استفاده کردم.